یه دروغ هم یه هم جایزه، اونم دروغ به زنه. به زنش هم آدم میتونه دروغ بگه برای اینکه چمشو به دست بیاره. یه برای من طلا بخر، بگو چشم، 18 عیار یا 14. نگو ندارم، مثلا میدونستی من طلبم، چرا زن من شدی؟ من که ندارم. چی؟ نگو بده، بگو میخرم. فقط دعا کن انشالله یه پولی برس. چرخ همش بگو چرخ. یه پیرن بخر چرخ، چادر بخر چرخ، منو ببر مشهد چرخ، امریکا ببر چرخ، هیچ نگو. حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم، دیدم خانم‌ها پشت پرده ناراحت میشن، اونو نگفتن. گفتم چی؟ گفتم چمشو به دست بیار. یه چیز دیگه بعد اونو بگم، اگه زن نبود میگفتم. بعد زنها چون هستن اون نمیگم، بده. برای اینکه چمشو به دست بیاری همه سر شیر مال، هی دروغ بگو، هی دروغ. حالا اونم نمیدونه شما دروغ میگی، خیال میکنه راست میگی، دیگه محبت شما میرسی دلوی دیگه میمیره برات. این همه دروغ گفتی. اما بعضی ناشی هست وقتی زن بگیرن همش به زنشون راست میگن. راست که میگی ندارم. مگه بابات کی بود سر آمد؟ ننهت کی بود؟ اینقدر ارد میدی؟ مگه چون نمیدونستی من ندارم؟ چرا زن من شدی؟ دعوا مرافع صبح میرن کلانتری، میرن مأمور انتظامی سر در تلفن میکنن، میاد چی؟ دروغ بگو. او چند سال دیگه میخوام از این محل بریم شمرون، کشتی نیاورون، اونجا هواش بهتره. مثلا نمیخوای بری، بگو. شبا هی دروغ بگو تا صبح، تا میتونی هر چی میتونی بزنه دروغ بگی جایزه. اما به کسی نمیتونی دروغ بگی، فقط به زنت میتونی دروغ بگی. اونم برای چی؟ برای اینکه چیزش کنی. آره نمیگم بابا شدی. حرف نزن آقا.